كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. بهترین شخص کیست؟ به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. از عبدالله ابن سلام رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: بهترین زن زنی هست که وقتی به او نگاه میکنی تو را خوشحال گرداند و وقتی که به او امر میکنی تو را اطاعت کند و در نبودن تو حافظ خود و مال تو باشد. روایت طبرانی. زنی خردمند و هوشیار زنی است که آنچه را خداوند و رسول او بزرگ دانسته‌اند بزرگ می‌داند و حق شوهرش را به خوبی ادا می‌کند و او را اطاعت می‌نماید، چون اطاعت از شوهر موجب وارد شدن به بهشت می‌شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: اگر زن نمازهای پنجگانه را بجا آورد و روزه ماه رمضان را بدارد و از زنا دوری کرده و شوهرش را اطاعت کند، به او گفته می شود از هر در از درهای بهشت که می خواهی داخل بهشت شو. پس ای خواهر مسلمان، دقت کن که چگونه پیامبر صلی الله علیه و سلم اطاعت از شوهر را از سببهای داخل شدن به بهشت دانسته و آن را در برابر نماز و روزه قرار داده است. پس از شوهر خود اطاعت کن و از نافرمانی او بپرهیز، چون نافرمانی او خشم خداوند را می آورد. پس ای خواهران مؤمنم، ای خواهران با تقوایم، برای سزاوار شدن به عنوان بهترین زنها در بین امت باید هر یک خانم مسلمان کوشش نماید که در برابر شوهرش حالتهای در بالا ذکر شده را رعایت کند. صورت و سیرت خود را برای شوهرش طوری سازد که با برابر دیدن چشمانش درخشان و خوشحال گردد. دائم در اطاعت شوهرش باشد و هیچگاه خواهش او را بدون عذر شرعی رد ننماید. پس خودی تو ای خواهر عزیزم که این نوار را گوش می‌دهی می توانی یکی از بهترین زنها بشوی مطابق گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.